دکتر نورالحق جبارخیل مشهور به فیلسوف افغانستان درست ساعت 11 در کابل ترور شد. رسانه های افغانستان قتل دکتر جبارخیل را دو نوع بیان میکنند. بعضی رسانه ها میگویند که با گلوله کشته شده و بعضی رسانه ها میگویند که سر بریده شده و بعداً جسدش تیرباران شده. ولی از نزدیکان جبارخیل به اسم سریا جبارخیل ای را تایید کرده که 3 روز پیش دکتر جبارخیل یا فیلسوف افغانستان از طرف طالبان با یونیفرم طالبان بازداشت شده و 2 روز جسد سربریده شده و تیرباران شده جبارخیل در پارک زازه کابل با موتر سفید رنگش پیدا شده. طالبان همچنان جسد سربریده شده جبارخیل را با نیجر انتقال دادند. ولی طالبان در اون مورد تا حالا چیزی را نگفتند. بعد از اینکه دکتر جبارخیل یا فیلسوف افغانستان مصائبای اخیری که داشتن مورد انتقاد قرار گرفت، ولی ما راضی به کشته شدن کس نیستیم. جبارخیل یک دکتر بود که در هند تحصیل کرده بود و شاید هم جان بسیار نفرها را نجات داده باشد. بعد از اینکه در بخش طب تحصیل کرده بود، متاسفانه که در مورد دیگه مداخله میکرد. میگفت ما علم ندون دارم، همه چیز را میفهمم. بدون از اینکه ما روی چیزی تحقیق کرده باشم، خوانده باشم، همه چیز را میفهمم. میگفت ما اوت چیزی نیست در دنیا که رویش صحبت نکرده باشم. در مسائل سیاسی مداخله میکرد، در مسائل دینی مداخله میکرد. قرآن را میگفت ما عربی نمیفهمم ولی معنایش مکمل میفهمم. تحقیر توهین به مردم میکرد و متاسفانه که خوش خدمتی برای طالبان هم میکرد که طالبان را خوش نگاه بکنه، طالبان از راضی باشد که نمیتونه به می خیالات که غرق است ادامه بده. ویدیوهای اخیرش شما دیدین که بسیار مردم ها را تحقیر و توهین میکردن به خاطر که مخالف طالبان بودن و کوشش میکرد که طالبان از خوش باشد. این را همگی باید بدانند که طالبان دشمن همه ما و شماست و افغانستان یک میدان جنگ است. جنگ شوخی نیست. هر کسی که مانند جبارخیل یا فیلسوف افغانستان اینطور بازی را پیش بگیرد به سرنوشتی گرفتار میشه که ما روی جزئیات زیاد نمیرم. از مولوی مهدی تا مخدوم عالم تا صلاح الدین ایوبی، قاری صلاح الدین که همهشان بر طالبان خوش خدمتی کرده بودند ولی امروز دیدین که خانه نشین هستند و سرکوب میشن. این اشاره به نسو نادری ما است که اون بسیار بلند پروازی میکنه. طالب هیچ وقت از شما خوش نمیشه، خوش خدمتی نکنین. دکتر جبارخیل شما دیدین در مورد زلزله صحبت کرد. گفت زلزله بسیار خوب است، فایده داره برای بشر. مردم، طفلایی که کشته میشه، کودکای کشته میشه فایده داره. این نفر به اندازه غرق خیالات شده بود، یک نوع مرضی روانی هستی که نمیفهمید که چی میگه. زلزله فایده داره که اطفال کشته شود، پیش از اینکه اونا کافر شوند اونا باید کشته شوند. زلزله دوم خوب است که حرکت زمین به وجود میاد. وقتی زمین یک بار تکان نخوره حرکت زمین استاد میشه. ایره میگفت. و دوم مواد از زیر بالا میآید. به این اندازه غرق خیالات بود. و همچنان در افغانستان بعضی یوتیوبرایی که به خاطر و 2 پیسه یوتیوب کار میکنن صف انداخته بودن پشت جبارخیل. فهمیده بودن سوژه دیگه نداشتن، حتی 1 هفته وقت داشتن اینا نوبت میگرفتن، میگفتن که نمی نفر مورد انتقاد قرار میگیرن، مردم زیاد میبینه. ما شکایت داریم که افغانستان آزادی نیست. آزادی های اصلی سلب شده. آزادی که تحصیل باشد، درس باشد، کار باشد برای خانما، آزادی بیان، خبر، آن چیزی که واقعا میفته و مردم پخش بکنه. ولی یک تعداد آزادیایی است که هر کس میره یک برنامه، یک یوتیوب میسازه و باید از سرنوشت و از زندگی مردم بازی میکنه. شما ببینید کسانی که انسان هستن شرکت چینل یوتیوب ساختن. یک نفر از 4-5 چینل ساخته، نفرای بیکار جمع کرده، یک چند تا دختر و بچه بشین قصه و شوخی دنبال این نفر بگیرین، دنبال اون نفر بگیرین، در مسائل دینی بپردازین، مسائل سیاسی بپردازین. رسانه باید ثبت راجستر باشد، باید اجازه داشته باشد. در افغانستان هر کسی که اومده یک چینل ساخته، ما به این حسادت ندارم، باید کارهای درست بکنه. مثلا دنبال این فیلسوف گرفته بودن، این که غرق خیالات شده بود، خدا گم کرده بود که هر کس میاد فیلسوف صاحب تو بگو در مورد این نفر، تو میگو در مورد سیاست، تو بگو در مورد اسلام، ولی با سرنوشت بازی کردن. اجمل اخیر شما دیدین که با او کارایشان آخر چه کاری به دست خود داد. کاری فعالیت اجتماعی چیز جدایی است. شما کمک میکنین
یک سرگرمی است برای مردم، ولی شما وقتی در مسائل دین و سیاست میپردازین با زندگی یک نفر بازی میکنین. او رسانه‌های اصلی اجازه آزادی نداره، ولی رسانه‌ای که یعنی تو یک آزادی دارن ولی بالاخره با زندگی کسان دیگه بازی میکنن. و این باز یادآوری میکنم که دوستانی که در افغانستان هستین باید مواظب صحبتتان رفتارتان باشین. افغانستان یک میدان جنگ است. جنگ شوخی نیست. ببینین یک مثال بر شما میگم. همین مدل برزیلی که یک تکتیراندازی بسیار خوبی بود در جنگ اوکراین و روسیه شرکت کرد و این روزها عکسش و خبرش پخش شده که توسط نیروهای روسیه کشته شده. یعنی جنگ بازی نیست. این نفر رفت جنگ را مثل مدلینگ و نمیفهم کارهای فیلم مثل یک بازی و یک شوخی فکر کرده بود و کشته شد. کوشش بکنین که از مسائل دینی و سیاسی دور نگاه بکنین خودتان. اوضاع افغانستان درست نیست.